اینجا یه شهری است که همه مردمش توی ساختمون زندگی میکنن و هیچ وقت بیرون نمیرن. آلاسکا، بزرگترین ایالت آمریکا که تقریبا 2 برابر تگزاسه، ولی جمعیتش فقط 700,000 نفره. یه جای عجیب که نصف سال شبه و نصف سال روز. ولی عجیب ترین بخش ماجرا شهر ویتیره، شهری که همه مردمش توی ساختمون 14 طبقه زندگی میکنن، تقریبا 250 نفر. فکر کن یه ساختمون که توش همه چی هست: مدرسه، بیمارستان، پلیس، سوپرمارکت و حتی کلیسا. این شهر فقط یه راه ورودی داره، یه تونل 4 کیلومتریه که هر ساعت جهتش عوض میشه. یعنی اگه به موقع نرسی بهش باید 1 ساعت کامل صبر کنی تا دوباره بتونی ازش عبور کنی. حالا اصلا سوال اینه که چرا یه همچین شهر عجیبی اصلا ساخته شده؟ تو جنگ جهانی دوم این شهر ساخته شده به خاطر کاربردهای نظامی که سال 1960 وقتی افراد نظامی شهر رو ترک کردن، این شهر به صورت مستقل ایجاد شد و درآمد اصلی مردم از توریست و ماهیگیریه. دمای هوا توی این شهر و توی این منطقه به -40 درجه به راحتی